برخیز از خواب گران، برخیز از خواب گران، هنگام جهاد است، هنگام جهاد است. از بحر دین شو نگران، از بحر دین شو نگران، هنگام جهاد است، هنگام جهاد است، هنگام جهاد است، هنگام جهاد است. برخیز از خواب گران، برخیز از خواب گران، هنگام جهاد است، هنگام جهاد است. از بحر دین شو نگران، از بحر دین شو نگران، هنگام جهاد است، هنگام جهاد است. هنگام جهاد است، هنگام جهاد است. بشنو صدای مسلم را در طور سینین، عرض مسلمانان آن ملک دیرین. شد مسجد الاقصی در آتش و خون، زیر لوای صهیون گشت اکنون، زیر لوای صهیون گشت اکنون. صفای دلها در اتحاد است، اعزاز دینی اندر جهاد است. صفای دلها در اتحاد است، اعزاز دینی اندر جهاد است. بشنو صدای مسلم را در طور سینین، عرض مسلمانان آن ملک دیرین. شد مسجد الاقصی در آتش و خون، زیر لوای صهیون گشت اکنون. زیر لوای صهیون گشت اکنون. صفای دلها در اتحاد است، اعزاز دینی اندر جهاد است. صفای دلها در اتحاد است، اعزاز دینی اندر جهاد است. دین خدا بهر شما، دین خدا بهر شما، پیغام نجات است، پیغام نجات است. داخل میدان جهاد، داخل میدان جهاد، منشور حیات است، منشور حیات است. منشور حیات است، منشور حیات است. دین خدا بهر شما، دین خدا بهر شما، پیغام نجات است، پیغام نجات است. داخل میدان جهاد، داخل میدان جهاد، منشور حیات است، منشور حیات است. منشور حیات است، منشور حیات است. قلب مسلمان بر قدرت از حد فزون است. فردی چو فاروق اعظم نیاز
آنگه لوای دین در اهتزاز است. ما تا قیامت اندر جهادیم، در فکر دفع ظلم و فسادیم. ما تا قیامت اندر جهادیم، در فکر دفع ظلم و فسادیم. برخیز اصحاب گران، برخیز اصحاب گران، هنگام جهاد است، هنگام جهاد است. از بحر دین شو نگران، از بحر دین شو نگران، هنگام جهاد است، هنگام جهاد است، هنگام جهاد است، هنگام جهاد است. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال. صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت سروران عزیز و بزرگوار، پیروان قرآن، هم از خواهر و برادر، پیر و جوان، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. نقش قرآن تا در این عالم نشست، نقش قرآن تا در این عالم نشست، نقشه های کاهن و پا شکست. این کتابی نیست چیزی دیگر است، چون که در جان رفت جان دیگر شود. سروران عزیز و بزرگوار، من و شما در طی این هفته گذشته بار دیگر شاهد بی‌ادبی و گستاخی سربازان بوزین صفت آمریکایی که نسبت به کتاب مقدس من و شما نمودن، من و شما شنیدیم و تا اندازه هم دیدیم. امروز مسلمان ها به حالتی رسیدن
که جان مسلمان به آتش زده می شود، فکر مسلمان به آتش زده می شود و تا حتی کشورهای اسلامی و کشورهایی که قدمهای نازنین اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گذاشته شده و این کشورها یکی پی از دیگر اشغال می شود، دشمن به اینها هم اکتفا نمی کند، ولی دست به کتاب حمید و مجید، کتابی که افتخار انسان و انسانیت است، نه تنها مسلمان ها، امروز چنان گستاخ شده و چنان جسور و جرأت پیدا کرده که کلام پروردگار را به آتش میزند. عزیزان من، چرا ما مسلمان ها چنین شدیم؟ چرا ما مسلمان ها اینقدر خار و ذلیل گردیدیم و چرا ما امروز نمیتوانیم پیش روی چنین جانوران وحشی را بگیریم؟ همه علتها واضح و هویداست که ما از قرآن فاصله گرفته ایم. ما از کتاب وحی فاصله گرفته ایم، ما از دستورات جناب نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فاصله گرفته ایم. این کار اولیه دشمن هم نبوده و شما خوب مطمئن باشید که کار آخرین هم نیست. از دشمن چی توقع دارید؟ بیای برای من و تو قرآن را تفسیر کنه؟ بیای برای درس قرآن بدهد؟ بیای برای من و تو احکام قرآن را پیاده کنه؟ اگر چنین فکر و خیالی داری، این فکر و اندیشه را از ذهن خود بیرون بیاور. 1400 سال پیش، 1400 سال قبل، این قرآن وقتی که نازل می شود، بر نزول قرآن چهره های منافقین و قلوب یهود و نصارا را به لرزه در می آورد. این قرآن هست که یهودیت و مسیحیت را چالش می دهد و این قرآن هست که فرهنگ یهودیت و مسیحیت را باطل اعلان می کند و این قرآن هست که علیه مشرکین اعلان جهاد می دهد و این قرآن هست که می گوید محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار. این قرآن هست که درس برای پیروان خود می دهد که با کفار شما سختگیر باشید، شما مخالف فرهنگ کفار و مخالف ذهنیت کفار و مخالف آرمان و آرزوهای کفار شما باشید. بناهن سروران عزیز و بزرگوار، دشمنان اسلام جنایت کردن، جنایت میکنن و تا به قام قیامت تو مسلمان، تو کسی که میگی لا اله الا الله محمد رسول الله، باید در مقابل باطل استاده شوی و در مقابل باطل بجنگی. فیقتلون و یقتلون، یا بکش یا کشته شو. فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا، این وعده الله سبحانه و تعالی هست. در صحرای محشر جواب این کتاب رب العالمین را چی میدهید؟ و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
جواب قرآن به صحرای محشر میگوید من به خاطر هدایت توی انسان آمده بودم، به خاطر سرفرازی و سربلندی و تعالی و ترقی تو مسلمان آمده بودم. چی جوابی؟ رسول معظم اسلام از دست اونهایی که قرآن را با آتش زدن شکایت نمی کنن، چون آنهایی که قرآن را با آتش زدن اونها جهنمیان. آتش و جهنم جایگاه اونهاست، ولی من و تو که در مقابل دفاع از قرآن خاموش بنشینیم، رسول معظم اسلام به پیشگاه الله فریاد میزنن یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. جواب پیامبر به صحرای محشر را چی میدهید تو مسلمان که امروز به خاطر قدرت، به خاطر چوکی، به خاطر مال و ثروت سکوت را اختیار میکنی؟ بناهن سروران عزیز و بزرگوار، قرآن را از لابلای قرآن بشناسیم. اگر این قرآن نمی بود، اگر این قرآن نازل نمی شد و اگر این قرآن امروز نمی آمد، انسان معنای انسانیت را نمی دانست. انسان معنای کرامت را نمی دانست. انسان معنای محبت و دوستی و وفا را نمی دانست. تمام دنیا به تاریکی مرگ باری فرو می رفت، ولی این قرآن آمد شیرینی زندگی و لذت زندگی را برای بشریت چشاند. و انه لتنزیل رب العالمین. عزیزان من، این قرآن تنزیل هست، این قرآن تصنیف و تألیف نیست. و انه لتنزیل رب العالمین. این قرآن از کجا آمده که اینقدر ارزش داره؟ این قرآن از کجا آمده که جان من، پدر و مادر من، ناموس و اولاد من همه فدای قرآن؟ این جانی که داریم فدای قرآن. این قرآن از کجا آمده عزیزان؟ و انه لتنزیل رب العالمین. این از جانب رب العالمین آمده. و به کجا آمده؟ به چی وسیله آمده؟ و انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک. این به وسیله جبرائیل آمده، این با آغوش جبرائیل بوده آمده بر قلب نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم، لتکون من المنذرین، تا این که انسانها بیم داده شوند. این آیه که و این قرآنی که آمده ذالک الکتاب لا ریب فیه، در این کتاب هیچ شکی نیست، هیچ تردیدی نیست. این کتاب کتابی است که امروز دنیای غرب عاجز مانده در مقابل قرآن. فرهنگ غرب، فرهنگ قرآن چنان فرهنگ والا و بالایی که در مقابل فرهنگ قرآن فرهنگ غرب فرهنگ فرسوده شده. ای دنیای غرب، ای انسانهای بوزین صفت، شما یک پست قرآن، الفاظ قرآن را با آتش بکشید، فکر میکنید که از قرآن تمام هست؟ انا نحن نزلنا الذکر
انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. الله میگه حافظ نگهدار این قرآن ما هستیم. الله حافظ این قرآن است، رب العالمین حافظ این قرآن هست. مصطفی را وعده داده الطاف حق، مصطفی را وعده داده مصطفی را وعده داده الطاف حق. گر بمیری تو نمیرد این سبق. ای محمد اگر تو از دنیا بری ولی معجزه تو جاویدان هست تا به قام قیامت هست. و این کنتم فی ریب مما نزلنا. ای دنیای غرب اگر با این قرآن شک دارید فأتوا بسورة من مثله، بیاورید مثل قرآن یک سوره بیاورید. ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثله، 10 سوره مثل قرآن بیاورید. ولی این بغض شما، کینه شما، عداوت شما از او لحظه است که رسول معظم اسلام درس برای شما بوزین صفتهای آمریکایی رسول الله داد در غزوه بنی قریظه و بنی نذیر و در تبوک، که شما امروز میخواهید که از امت محمد رسول الله انتقام بگیرید. بنابراین سروران عزیز و بزرگوار، اینها آیاتی است که قرآن چالش میدهد، میگه ای دنیا اگر برای من شک دارید بیاورید یک سوره، بیاورید یک آیه، بیاورید. این قرآن چی هست سروران؟ و ننزل من القرآن ما هو شفاء. این قرآن شفا هست. این قرآن آمده تا امراض را مداوا کند. دنیایی که در تاریکی فرو رفته بود، دنیایی که به جهل فرو رفته بود، دنیایی که به ظلم و ستم فرو رفته بود، این قرآن آمد دنیا را روشن کرد. این قرآن آمد ذهنها را روشن کرد، اذهان را روشن کرد، بینش و روشنایی برای انسان و انسانیت داد. یخرجهم من الظلمات الی النور. این قرآن کارش و برنامهش این بوده که این که بیرون کند انسان و انسانیت را از تاریکی ها و سوق دهد به طرف روشنایی. بنابراین سروران عزیز و بزرگوار، وظیفه و مسئولیت ما در قبال قرآن چی هست؟ حالا این دشمن که چنین کرده و بارها این را خواهد کرد، من و شما نباید با این معذرت خواهی اینها، بارها گفتیم که به معذرت خواهی دشمن شما فریب نخورید، شما آسوده خاطر نشوید که دشمن معذرت خواهی کرده، ولی تو مسلمان، تو پیرو قرآن بیدار باش و متوجه باش که چگونه دشمن را ناامید کنی، چگونه قلب دشمن را تو با آتش بزنی. این است عزیزان من. اگر میخواهیم، چرا شعارهای شما ضعیف هست؟ سروران عزیز و بزرگوار، باید برای فرزندان خود، همین که شما میگویید مرگ بر امریکا، اندام به اندام دشمن میلرزد. به خاطر چی؟ دشمن فکر میکنه که ما همه نعوذ بالله من ذالک از دین جدا شدیم، فکر میکنه که ما از این قرآن نعوذ بالله من ذالک ما از این جدا شدیم و ما نعوذ بالله بیزاریم. نه خیر، دشمن خوب بدانه و متوجه باشه که ما به خاطر قرآن
30 سال جنگیدیم و به خاطر قرآن خود را هم فدا می کنیم. حالا عزیزان من، دشمن را چگونه ناامید کنیم؟ دشمن چگونه ناامید می شود به این که ما به قرآن آشنا بشیم؟ حق قرآن چگونه ادا می شود به این که ما دستورات قرآن را ما عملی کنیم و در زندگی خود پیاده کنیم؟ چگونه باید مساجد ما درسهای قرآنی شروع باشه؟ باید در مکاتب ما درسهای قرآنی باشه و باید در کورسهای دینی باید درسهای قرآنی باشه و باید خانه های ما درسهای قرآنی باشه. وقتی در همه جا بحث قرآن بود، اینجا دشمن ناامید می شود. سروران عزیز و بزرگوار، بنابراین باید که دشمن را ناامید کرد. دشمن چگونه ناامید می شود؟ به این که ما عامل به قرآن باشیم. پیام های قرآن چی هست عزیزان؟ این دشمن چرا امروز قرآن را با آتش میکشه؟ از قرآن میترسد، از پیروان قرآن میترسد. این قرآن برای ما درس ها دارد. قرآن برای ما درس ها داره. درس های قرآن چیست؟ قل یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما فی الصدور. این قرآن آمده تا این که دلهای تاریک را روشن کنه. این قرآن آمده تا قلوبی که مریض هست شفا بدهد. سروران عزیز و بزرگوار، قرآن درس ها داره. درس های قرآن را متوجه شوید. درس های قرآن چیست؟ درس اول، این درس را باید ما به دنیا اعلان کنیم که قرآن ما قرآن است که لا ریب فی، هیچ شکی نیست و هیچ تردیدی نیست. عزیزان من، درس های قرآن، درس اول درس عزت و شرف را قرآن برای پیروان خود میدهد. ای پیرو قرآن، با عزت زندگی کن و با شرف زندگی کن. درس دوم این است که درس شجاعت و غیرت را برای پیروان خود میدهد. اینها درس قرآن هست. درس سوم، درس صبر و استقامت و بردباری را قرآن برای پیروان خود میدهد. سوم، درس اتحاد و وحدت را قرآن برای پیروان خود میدهد. چهارم، درس تعالی و ترقی را قرآن برای پیروان خود میدهد. ششم، درس محبت و صمیمیت را قرآن برای پیروان خود میدهد. هفتم، درس ایثار و فداکاری را قرآن برای پیروان خود میدهد. هشتم، درس اخوت و برادری را قرآن برای پیروان خود میدهد. نهم، درس صلح و صفا را قرآن برای پیروان خود میدهد. دهم، درس آسایش و آرامش و امنیت را قرآن به پیروان خود میدهد. اینها دروس قرآن است. دشمن میداند که پیروان قرآن این درس را از قرآن گرفتن. اشداء علی الکفار
قرآن میگه ای پیروان من با کفار سختگیر باشید، رحما و بین هم دیگر رحم و شفقت و محبت و صمیمیت داشته باشید. عزیزان من، این درس های قرآن در زندگی ما اگر پیاده شود، در زندگی ما اگر جامعه عمل بپوشد، دشمن ناامید می شود، قلب دشمن آتش می گیرد. عزیزان من خوب متوجه باشید که دشمن هیچ وقت دوست نمی شود. سوال است آیا قرآن بزرگتر است یا پیامبر؟ سوالی هست آیا قرآن بزرگ است یا پیامبر؟ از این قرآنی که لفظ و کاغذ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بزرگترن. همین کسانی که امروز قرآن را به آتش زدن، آیا میدانید که پدران آنها میخواستند که پیامبر را به قتل برسانند؟ بناهن دشمنی که با پیامبر رحم نکرد، دشمنی که با اصحاب پیامبر رحم نکرد، یهودی که در یک روز، این یهودیان کثیفی که در دنیا زندگی میکنن، اینها کسانی هستند از نسل کسانی هستند که به یک روز 70 پیامبر خدا را شهید کردند. بناهن عزیزان من، این درس های قرآن و این پیام های قرآن را فراموش نکنید. دشمن بداند عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. خیلی چیزها هست که انسان او را به شر میپندارد ولی به خیر تمام می شود. دشمن بداند که این حرکتش باعث بیداری مسلمان ها می شود. این حرکت سبب می شود که جلسات قرآنی ما پررنگتر، با شکوهتر و با عظمتتر شود. عزیزان من خیلی عجیبه. آمریکا چند سال میشه در افغانستان سرمایه گذاری کرده، چند سال میشه میلیاردها دلار رو به این کشور آورده، ولی این صدا را بشنوه. متوجه باش. بنان سروران عزیز و بزرگوار، این صدای شما یقیناً به گوش دشمنان اسلام میرسد. او خوب بدانه که این ملت ایمان داره، این ملت صلاحی داره که در مقابل همه صلاحایش ایستاده می شود. بنان عزیزان من، وقت نماز نزدیک شد. دشمن همیشه دشمنی می کند، ولی باید دشمن شناس باشیم. دشمن شناس به این باشیم که از مکر دشمن، حیله دشمن، از اینها واقف بشیم. سروران عزیز و بزرگوار، من و شما امروز می خواهیم که اعلان انزجار و نفرت خود را از آمریکا و حامیانش، از آمریکا و هم قطارانش می خواهیم اعلان کنیم و به جهان نشان. عزیزان من، نماز پیش رو هست. بعد از نماز انشاءالله از این مکان مقدس بیرون میشیم، میریم که
در کنار عیدگاه خواجه انصار. بنابراین وقتی که عزیزان من برادرهایی که به دم دروازه ایستاده هستند گوش کنن که چی گفته می شود. میریم در عیدگاه گازرگاه شریف، در آنجا روی 3 موضوع. یک موضوع اول که دشت هست، ما در آنجا عرض حال خود را با الله سبحانه و تعالی در آنجا اول عرض حال خود را با خالق خود می کنیم. دوم از آنجا رسانه ها می آیند صدای ما را و ندای ما را از اینجا انعکاس میدن که کاخ سفید آنهایی که به کاخ سفید نشسته هستند دلهای اونها به لرزه بیفت. بنان سروران عزیز و بزرگوار، فقط انشاءالله بعد از نماز از همین جا با هم میریم در عیدگاه گازرگاه. در اونجا علما سخنرانی و صحبت و اینها هست و صدای ما و شما را دنیا میشنود و رسانه ها میآیند و در آنجا پرچم کثیف آمریکا به آتش کشیده خواهد. انشاءالله عزیزان من، نماز اقامه می شود. وقت نماز رسیده است و این را بدانیم که پیام قرآن را به جهان بدیم. از این می ترسیم که ما و شما به خاطر خدا بیرون بشیم، نه که می توانستیم که بریم به شهر بگردیم، اما از این می ترسیم که دستان مغریزین کار بکنه. باز به نام قرآن می دانیم همه ما و شما وضعیت افغانستان که دستای مغریزین خیلی کار میکنه، دستای منافقین و دستای بیگانه ها خیلی کار میکنه. بناهن ما به خاطر خدا و به خاطر قرآن حرف را میگوییم و صدای خود را بلند میکنیم و به گوش مسئولین میرسانیم. به این است ادا و مسئولیتی که الله سبحانه و تعالی به عهده ما گذاشته است. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. هیچ نفسی در تکلیف نیست مگر به اندازه طاقتش، مگر به اندازه توانش. همین که شما انشاءالله وقتی که بیرون بشیم با شعارهای کوبنده مرگ بر امریکا و با شعارهای کوبنده، وقتی این صدا را دنیا بشنود میداند که ملت افغانستان به راستی که ایمان در قلبش و محبت الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم در رگ رگش نفوذ کرد. بناهن سروران عزیز و بزرگوار، به این است که ما و شما انشاءالله بعد از نماز بیرون میشیم و این با مساجد دیگر هم تا اندازه هماهنگی شده. مساجدی که نزدیک آرامگاه حضرت پیر هرات هست با اونها هم هماهنگی شده، اونها هم به عیدگاه می آیند و در آنجا فقط از همه دوستا این خواهش را دارم که فقط ما به خاطر قرآن صدا خور بالا می کنیم، نه به خاطر دیگر هدف و دیگر مرام و دیگر موضوعی. انشاءالله عزیزان من، به خاطر اینکه دوستا گفتن که برادرها زیاد رو به طرف نماز می آیند، به خاطر قرآن 15 دقیقه یا 10 دقیقه تلاوت قرآن را گوش کنیم که این قرآن چی کتاب است، چی کتاب زیبایی است. قلبها را جلا می دهد، فکرها روشن می کند. یخرجهم من الظلمات الی النور هست. به این است عزیزان من
تأکید دیگر و توصیه دیگر به عزیزان این است که جلسات قرآنی و درسهای قرآنی را در مساجد خود و خانه های خود فراموش نکنید. یک صلوات غرای محمدی. برخیز از خواب گران، برخیز از خواب گران، هنگام جهاد است، هنگام جهاد است. از بحر دین شو نگران، از بحر دین شو نگران، هنگام جهاد است، هنگام جهاد است. هنگام جهاد است، هنگام جهاد است. برخیز از خواب گران، برخیز از خواب گران، هنگام جهاد است، هنگام جهاد است. از بحر دین شو نگران، از بحر دین شو نگران، هنگام جهاد است، هنگام جهاد است. هنگام جهاد است، هنگام جهاد است. بشنو صدای مسلم را در طور سینین، عرض مسلمانان آن ملک دیرین. شد مسجد الاقصی در آتش و خون، زیر لوای صهیون گشت اکنون، زیر لوای صهیون گشت اکنون. صفای دلها در اتحاد است، اعزاز دینی اندر جهاد است. صفای دلها در اتحاد است، اعزاز دینی اندر جهاد است. بشنو صدای مسلم را در طور سینین، عرض مسلمانان آن ملک دیرین. شد مسجد الاقصی در آتش و خون، زیر لوای صهیون گشت اکنون. زیر لوای صهیون گشت اکنون. صفای دلها در اتحاد است، اعزاز دینی اندر جهاد است. صفای دلها در اتحاد است، اعزاز دینی اندر جهاد است. دین خدا بهر شما، دین خدا بهر شما، پیغام نجات است، پیغام نجات است. داخل میدان جهاد، داخل میدان جهاد، منشور حیات است، منشور حیات است. منشور حیات است، منشور حیات است. دین خدا بهر شما، دین خدا بهر شما، پیغام نجات است، پیغام نجات است. داخل میدان جهاد، داخل میدان جهاد، منشور حیات است، منشور حیات است. منشور حیات است، منشور حیات است. قلب مسلمان
از حد فزون است. فردی چو فاروق اعظم نیاز است، آنگه لوای دین در اهتزاز است. آنگه لوای دین در اهتزاز است. ما تا قیامت اندر جهادیم، در فکر دفع ظلم و فسادیم. ما تا قیامت اندر جهادیم، در فکر دفع ظلم و فسادیم. برخیز اصحاب گران، برخیز اصحاب گران، هنگام جهاد است، هنگام جهاد است. از بهر دین شو نگران، از بهر دین شو نگران، هنگام الذي هدانا لهذا وما هنگام كنا لنهتدي جهاد لولا أن هدانا الله. هنگام أعوذ بالله من جهاد الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. امت مسلمان، امت مؤمن، عاشقان به قرآن، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بر خود میبالیم، فخر میکنیم که ما عاشقان قرآن هستیم. شما امروز با این جمع گسترده خود، با این احساسات پاک خود و ایمان کامل خود به کفار ثابت میکنید. ثابت ولی شما ثابت ساختیم که تا یک قطره خون در وجود شما باشه از قرآن و پیروان قرآن حمایت میکنید. قرآن میفرماید که وقتی حق آمد باطل نابود می شود. امروز قرآنی که ما به او ایمان آوردیم حق است، از طرف خداست و هیچ شکی نیست که او از جانب پروردگار آمده است. امروز کفار درک کردند که قرآن با علم از اینا، با منطق از اینا جوابگو هست. قرآن اگر ورقایش بسوزد احکامش باقی است، پیامش باقی است. آنانی که به قرآن ایمان آوردند، این قرآن میگوید به اهل ایمان پیام قرآن شفاست، رحمت است به مؤمنین، ولکن کفار ما این را یادآوری میکنیم و این خیلی از کفار یهود و نصارا میفهمانیم. اگر نفهمیدند بفهمند، گوشای خود باز کنند، چشمای خود باز کنند، کور نشند، ببینند که این ملت از قرآن دفاع می کنند. ما از همه دانشمندان یهود و نصارا، از همه آنانی که ادعای علم و منطق دارند دعوت میکنیم که بیایند با ما با میز مذاکره
میز گرد بشینند و مردم از تلویزیون ها تماشا کنند که ما ثابت سازیم که قرآن ما به حق است. همه ادیان و مذاهبی که هستند به غیر از اسلام باطل هستند. افتخار کنید که اینا در عرصه منطق و علم نمیتوانند با قرآن مبارزه کنند. علمای شما حاضر هستند، مردانوار به میدان می آیند، به میدان علم و منطق. هر کس می گوید قرآن باطل است بیاید که ما به او ثابت سازیم. ولی یقین بدانید که هر چند از این کارها بکنند به اسلام ضرر رساندن میتوانند. امروز مؤمنین به قرآن به اروپا، به امریکا، حتی به مسکو زیاد شدند. روز از روز دیگر پیروان قرآن زیاد می شوند. پیام ما ایست: ای امریکا، ای اروپا، ای مسکو، ای ملت کفر، بدانید که ما به حق هستیم. نمیتوانید شما با آتش زدن قرآن این ملت را از پیروی به قرآن باز دارید. ما به همینجا همین امروز با خدا تعهد میکنیم که تا زنده باشیم پیروان قرآن. ما تعهد میکنیم و اعلان میکنیم که قانون اساسی و حکومتی که بر اساس احکام قرآن نباشد نمیپذیریم. متیقن باشید که خداوند پیروان به حق قرآن را در پناه رحمت و عصمت خود حفظ می کند. ای خدای عظیم، این ملت با فریادهای الله اکبر فریاد می زند که ای خدا تو پشتیبان ما باش. ای پروردگار عظیم، کفار با تیاره ها و تانک ها و قدرت نظامی خود می نازم. ای پروردگار، ما با قدرت کامله تو می نازیم، پشتیبان ما هستی. ما را توفیق بده ای خدا، ما را توفیق بده که تا زنده هستیم در کنار قرآن باشیم، از قرآن حفاظت کنیم و به قرآن عمل کنیم. خداوند به همه شما، خداوند بزرگ به همه شما اجر و ثواب عطا کند. خداوند شما را در پناه رحمت و عصمت خود حفظ کند. خداوند به شما عزت دهد. خداوند دشمنان دین را خار و نابود کند. پروردگار عالم پرچم توحید را در سر تا سر جهان برافراشته بدارد. اقول قولی هذا استغفر الله لی و لکم
ولسائر المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، أو كما قال. صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. عاشقان قرآن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرآن عظیم الشان کتابی هست که به خاطر قرآن صدیق اکبر در داخل حرم خونالود می شود. قرآن کتابی هست که اصحاب جلیل القدر رسول معظم اسلام یکا یک فدای قرآن می شوند. کتابی است که برای جهانیان سعادت، خوشبختی، تعالی و ترقی را به ارمغان آورده و جهان بشریت را از خورشید روشن‌تر کرد و آن به کالبد پژمرده بشریت قرآن آمد. روحیه نشاط، عزت، تعالی و ترقی و همت بلند به وجود آورد. ما به خاطر قرآن جمع شدیم. دنیا صدای ما را بشنود، دشمنان قرآن صدای ما را بشنوند که ملت افغانستان ملت شهید، خانه خانه افغانستان فامیل شهید است. خانه خانه افغانستان مجاهد پرور است. ملت افغانستان به خاطر دین، به خاطر اسلام، به خاطر قرآن جان دادن. و جان میدهند. من از رئیس جمهور کشور و از سران کشورهای اسلامی میخواهم که اگر شما به قرآن ایمان دارید و اگر به آیه قرآن باور دارید، ارتباطات خود را لااقل اگر نمیتوانید دوامدار ولی موقتانه ارتباطات خود را با نیروهای خارجی قطع کنید. ملت مسلمان، من و شما، زندگی ما، حیات ما، ممات ما، خوشبختی دنیا و آخرت من و شما قرآن هست. ای خدا تو شاهد باش. این زمین، ای اهل زمین شما شاهد باشید. ای خدا تو حاضر و ناظری که ما به خاطر کلام تو جمع شدیم. به خاطر دفاع از قرآن جمع شدیم. خدایا در توان ما همین است و صدای مظلومان را تو میشنوی. ای الله، از داخل کلام تو آتش و دود بلند شده. ای خدا، در سوز دلی که در این لحظه میسوزد، به آه مظلومی که در این لحظه قرار دارد، خدایا جزای ظالمین را خودت بده.
خیانت و این جرم را کردن. خدایا خودت جزایشان را بده. رئیس جمهور، از پارلمان، از وزرا و کابینه میخواهیم که عاملین این جنایت را و کسانی که مرتکب چنین جرم و جنایت شدن اونها را به ملت افغانستان بگذارن، محکمه ایشان را به ملت شهید پرور بگذارن. و ظالمین خوب بدانن چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد. اگر سوزد شبی، والله شبی دیگر نمی سوزد. دشمنان بدانند ملت هرات، ملت افغانستان، این عزیزانی که جمع شدن در آستان و بارگاه و آرامگاه شهدا هست. شهدای ما در کنار شهدای خود آمدیم تا این که برای دشمنان بگوییم که این عزیزانی که زیر خاک رفتن به خاطر قرآن، به خاطر دفاع از اسلام، این را بدانن که ما هم همچون پدران خیش بینی دشمن را به خاک و جان شیرین خیش را بر طبق اخلاص میگذاریم و پیشگاه الله تقدیم میکنیم. از همه عزیزان تشکری می نمایم، از رسانه هایی که صدای ما را به دنیا انعکاس می دهند تشکری می نمایم. از همه شما عزیزان الله برای همه جزای خیر عنایت بفرماید. قرآن را به صحرای محشر شفیع ما و شما بگرداند. الله سبحانه و تعالی این حرکت دشمن را سبب بیداری و سبب هوشیاری ما و شما بگرداند. ما و شما اتحاد و اتفاق و انسجام و همبستگی عنایت بفرماید. انشاءالله قطعنامه تقدیم میشه، با هر بند قطعنامه شعارهای الله اکبر سر میدهیم و بعد از پایان قطعنامه آن پرچم أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. قطعنامه تجمع کنندگان امروز جمعه به مناسبت محکوم کردن عمل جنایتکارانه سربازان امریکایی در به سوختاندن قرآن کریم در میدان هوایی بگرام. در دسیسه جدید و جنایتی نابخشودنی دهها جلد قرآن کریم و کتب دینی در میان کشور اسلامی و در قلب منطقه جهاد به آتش کشیده شده است. که در پیوستان عکس العمل پیروان و سربازان و انصار قرآن را در پی داشت و ما تجمع کنندگان امروز جمعه به نصرت و یاری قرآن بیرون شدیم و همپای ملت مجاهد افغانستان در شهر 24 هود در حالی که به روی طیبه تمام شهدای اخیر اتحاف دعا می نماییم، موارد ذیل را اعلام می کنیم. 1.
عمل خبیثانه نیروهای امریکایی در سوختاندن کتاب مقدس مسلمین کاملا یک حرکت غیر انسانی و بشری بوده، قویاً آن را محکوم می‌کنیم. دو، از دولت اسلامی افغانستان جداً می‌طلبیم که مسئولیت خود را در به محاکمه کشاندن عاملین این جنایت ادا نماید. سه، رئیس جمهور که پاسدار قانون اساسی و پاسدار ارزش‌های قرآنی است، مکلف است موضع خود را بسیار سریع و روشن در به محاکمه کشاندن این جنایتکاران اعلان بنماید. چهار، دولت اسلامی موظف است تمام ارتباطات خود را به خاطر عملکرد کثیف سربازان امریکایی موقتاً با ایالات متحده امریکا که سربازانش عامل این جنایت هستند به حالت تعلیق در ضمن تشکر و سپاس از اداره محلی و نیروهای امنیتی از حکومت محلی هرات می طلبیم تا پیام روشن و سریع مردم مسلمان و مجاهد هرات را به سمع حکومت مرکزی برساند. شش، شورای ولایتی و مردم مجاهد هرات از موضع سریع پارلمان کشور کاملا حمایت می نمایند و پیگیری جدی آن را خواهانند. هفت، از کنفرانس اسلامی و سران دول اسلامی تقاضا می نماییم تا از این بیشتر به دشمنان قرآن و پیامبر اجازه گستاخی ندهند. لوای دین در اعتزاز اندر جهادی در فکر دفع ظلم و فسادی ما تا قیامت اندر جهادیم در فکر دفع ظلم و فسادیم. برخیز اصحاب گران، برخیز اصحاب گران، هنگام جهاد است، هنگام جهاد است. از بهر دین شو نگران، از بهر دین شو نگران، هنگام جهاد است، هنگام جهاد است. هنگام جهاد است، هنگام جهاد است، هنگام جهاد است، هنگام جهاد است.